قدر تماشا میکنن و در این حالت بیچاره فلسطین هم دستگیری کردن هدیهش که میکنن. بله. محمد نعیموف برای کار برادر مهربان. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. برادر عزیز، خیلی که از ابلوشکای ما معلوم است برادر جونو، ما همه وقت باید که برای این برادرو دا، برای این شیر مردای وطن، برای این پرچموردارای وطن دا باید که همیشه انا چخ باشیم، باید که پریژیوت کنیم برای این شخصیت و برای میدونین چی؟ برای اون که این مردکای خوب پرچمورداری ملت ما های نامی توجیکه در تمام جا معرفی میکنه. اما خلاص برادرم، یعنی که ما با این برادرها بردباری ها میخواهیم خداوند مهربان اکرم خیلی غالبیت در دست نمی برادرها باشن. برادر عزیز دوگو باشین که این شیرمردای وطن با سری بلند از انمو کلیدکه ببرویم. برادر عزیز محمد نعیموف و موین غفوروف برادر عزیزم بردباری ها میخواهم خداوند همیشه با پیش باشی، انشالله که با پیش بده. ما دوگو هستیم، الله شاهده. اگه برادرای عزیز چیز نشوه بعضا وقت میگین که ای حرامه، ای تهایه او تهایه، والله قسم اچیست سرس ما دمی پیشین در حق هم برادرو دو کنم که یعنی که از همون درون بسری بلند ببروین. نمی خلاص کنم بجون یه شیرمردای وطن. السلام علیکم ابنچه برادرم، هم میگم سیل بای نیست، سیل مقصد بای نیست، جنگ نیست، مقصد نومی وطن برداشتن، نومی پرچم، نومی اسلام انشالله. تو بگی اینستاگرام میباره چقدر تماشا میکنن و در این حالت بیچاره فلسطین هم دستگیری کردن هدیهش که میکنن. بله. محمد نعیموف برای کار برادر مهربان، موین غفور و پروردگار دست بالاشه. غالبیت و مغلوبیت از جانب پروردگار. از ما یک کف دعا، از شما پیشروی. خدا نگهدار. دستگیری کنید. ما همه وقت هستیم، این همه وقت میمونیم. اکای قندم یگون گپ گفتنی داری؟ فقط با پیش توجیه. شیر بچو با پیش فقط نه. خداوند نگهبان تو موشا برادرها فراموش نکنین، الله شاهده. یعنی که این همین خیلی برادرها از طرف ما باید حتما در حتما پدیش که باشه در این برادرها. هرچند که ما سومر یگم سپانسری کرده نده از دست ما نمیویه، نیکی باید که یک سخنایی کنیم، یک گپایی بگیم که موتیواسیون بیارن این برادرها. موتیواسیون برای همقدر در حق برادرها دعا کنین، همیشه پدیش کنین برادرها. خداوند برادرای مهربان، برادرای محترم، خواهران محترم، یعنی که ما الحمدلله که برادرمون هسته که برادری باورینوک، برادری که یعنی که حرمت احترامش میکنیم، خواهران را، مادران را، پدران را حج میبره. برادر عزیز میتونیم که نمره شما ما میمونیم حاجی برادر دا زنگ بزنین، انشالله که قبولتون میکنه، این سوخ سلامت میگیره میبرتون. اگه سوخ سلامتیش این پروردگار خوش به حال اون شخصیتی که برود در خانه خدا قضای الهی کنه. برادر عزیز فخر کردن در کار ما میچتد میکنیم که بریم در اوجا جان به پروردگار بتیم. یعنی که برادر عزیز میتونین که زنگ بزنین، الحمدلله که اردم باوری نکای. خب برادر عزیز مسئله گرانیکسا یعنی که بخورین خیلی میمونیم نمره را زنگ بزنین، اکمون اکای باوری نکای لوبوی وریمیا میتونین زنگ بزنین. از نام همه بوبوی لنگاری حتما در حتما زنگ بزنین، ارزون تون میکنه. هم حجش هم ای دیگریش برادر عزیز. مسئله اویاکس برادر جونو کات سیگده میتونین که مراجعت کنین به یگان شرط شوهر. انشالله که می نصیحت از گفتی گپ هم خلاص برادرم. یگان گپ دیگه گفتن داری شد نه؟ هیچ گپ گفتن داری؟ زنده باشی.